میدونی درد یعنی چی؟ یعنی یه روز با دلتنگی بشینی و فیلم دوربین رو ببینی که خودت برای آرامش دلت نصب کرده بودی، اما اون فیلم بشه گواهی مرگ اعتمادت. بعضی روزها آدم فقط میخواد یه جایی بشینه، نفس بکشه و حس کنه دنیا هنوز جای امنیه. من حمیدم، 38 سالمه، راننده جادم، از اونایی که بیشتر عمرشونو با صدای موتور و جاده بین آسفالت و شبهای مه‌آلود جاده میگذرونن. زندگی راننده سخته، اما من همیشه میگفتم تا وقتی که زن خوب پشتت باشه هر جاده آسونه. فقط کاش اون زن واقعا پشتت باشه. نسرین زنم، همون زنی که فکر میکردم خدا بهم داده، یه روز آروم و با لبخند به لب از خواب بیدار شد. من فکر میکردم همه چیز عالیه، همه چی معمولی شروع شد، مثل هر زندگی ساده. یه خونه کوچیک تو حومه شهر، خونه مادرم که برای من حرمت داشت. مادر پیرم گاهی پیشمون بود. شبای جاده و روزای خونه همه چی آروم و عادی بود. امان از وقتی که تنها هستی، یه چیز همیشه توی ذهنمه. چون بیشتر وقتا تو سفرم، نمیدونم تو خونه چه اتفاقایی داره میفته. برای همین یه دوربین مداربسته خریدم، فقط برای خونه مادرم، به خاطر اینکه خیال خودم راحت باشه و به آرامش برسم، برای اینکه برای مادرم اتفاقی نمیفته. همیشه برای تنهایی مادرم نگران بودم، اما نسرین لبخند میزد و میگفت تو همیشه زیادی نگران میشی حمید، به خدا من مراقبشم. اون موقع نمیدونستم با همین لبخندها چقدر دروغ ها بهم گفته شده. یه هفته بعد یه سفر طولانی از جنوب رسیدم خونه. هوا تاریک بود، صدای باد میخورد به پنجره، انگار باد هم میخواسته یه چیز رو بهم بگه. مامانم خونمون بود و خوابیده بود. نسرین رفت یه غذام رو گرم کنه. منم رفتم تو اتاقم، موبایلم رو زدم به شارژ و گفتم که یه نگاهی به ضبط دوربین بندازم، فقط برای اطمینان. اولش همه چی عادی بود، اما بعد از چند لحظه نگاهم روی در خونه مادرم افتاد. یه نفر داشت وارد می شد. با دقت نگاه کردم. یه نفر با کاپشن مشکی، با حرکاتی که آشنا نبود، اما حس می کردم قبلا جایی دیدمش. قلبم شروع کرد تون تون زدن. دستام یخ کرده بود. گفتم شاید اشتباه می کنم، شاید همسایه است. اما یه چیزی توی نگاه نسرین، تو اون لبخند نصف و عجیبش بهم گفت این دفعه فرق داره. تا اون شب همه چیز تو ذهنم با یه سوال شروع شد. چرا خونه مادرم؟ چرا اونجا؟ مامان همیشه خونهش برای من یه آرامش بود، نه یه پناهگاه برای خیانت. ولی من هنوز مطمئن نبودم. حس می کردم یه تغییر تو هوا، یه تغییر تو رفتار نسرین هست. یه شب که تو جاده بودم، یه تصویر تو ذهنم نقش بست. نسرین با یه لبخند خفیف مثل همیشه، اما یه چیزی تو نگاهش نبود. اون چیزی که باید می بود نبود. صبح روز بعد برگشتم خونه. دوباره دوربین رو چک کردم. باز هم نشونه ها، حرکت ها، لبخند های مشکوک. یه حس سنگینی روی سینم افتاده بود، اما هنوز چیزی برام قطعی نبود. هر بار نگاه می کردم، یه سوال جدید تو ذهنم شکل می گرفت. چی داره پشت سرم اتفاق می افته؟ کیه اون مرده؟ چند روز گذشت. من بیشتر و بیشتر به دوربین نگاه می کردم. هر بار یه حرکت کوچیک، یه خنده مشکوک، یه تماس کوتاه از بیرون دلشورم زیاد شد. ولی هنوز چیزی لو نرفته بود. نسرین همچنان نقش زن مهربون رو بازی می کرد. منم نقش شوهر خسته از جاده. اما هر لحظه که نگاهم به فیلم می افتاد، یه چیزی تو دلم صدا می کرد. حمید، چشماتو باز کن.
یه روز این راز از پشت پرده بیرون میاد. صبح بود و نور ملایم خورشید از پنجره خونه مادرم میافتاد روی میز صبحونه. من هنوز با خستگی جاده تو فکر بودم. چند روز گذشته بود و هنوز چیزی قطعی ندیده بودم، ولی حس عجیبی تو دلم بود. یه حس خطر، یه پیش فرض برای چیزی که قرار بود زندگی منو زیر و رو کنه. اول از همه یه فکری به ذهنم رسید. چرا نسرین هر روز سر وقت از خونه بیرون میره؟ هیچ دلیلی نداشت. یه زن مهربون و وفادار همیشه کنار خانواده میمونه. اما اون بدون هیچ توضیحی ساعتها بیرون بود. با خودم گفتم حمید اشتباه میکنی. حتما یه دلیلی داره. شاید کارای روزمره‌ای داره. ولی یه چیزی بهم میگفت که این بار معمولی نیست. بعد از صبحونه دوربین رو دوباره چک کردم. نه، اشتباه نمی کردم. یه حرکت مشکوک بود. نسرین گوشی تو دستش با مکالمه های کوتاه و سریع و هیجان عجیب تو خونه مادرم. حس کردم یه چیزی تو کاره. چیزی که هنوز نمیتونم اسمش رو بذارم. اما برای من راننده جاده، تجربه نشونه ها یعنی شروع حقیقت. چند روز بعد وقتی مامان برای خرید رفته بود، نسرین زنگ زد و گفت حمید یه کار فوری پیش اومده، خونه باشم یا برم؟ یه چیزی تو لحنش بود که از صداش معلوم بود معمولی نیست. قلبم تند میزد. انگار یه دست نامرئی داشت با قلاب میکشید تو عمق یه راز تاریک. گفتم باشه، هر جا لازم شد به من خبر بده. تو ذهنم میچرخید. چرا اینقدر عجله؟ چرا همیشه انتخابش خونه مادرمه؟ همون شب وقتی داشتم فیلم ها رو مرور میکردم، یه صحنه کوتاه توجهمو جلب کرد. نسرین در حالی که پشت در خونه مامان بود به مردی نگاه میکرد که هیچ وقت ندیده بودمش. نه برخورد طولانی، نه صحنه‌های واضح، فقط یه نگاه کوتاه، اما همچین نگاهی کافی بود که یه خراش روی قلبم میفته. مطمئن نبودم، ولی ته دلم یه زنگ خطر داشت. روزهای بعد من بیشتر و بیشتر به نشونه ها حساس شدم. هر تماس کوتاه، هر لبخند مشکوک، هر رفت آمد عجیب، همشون مثل پازل بودن. اما هنوز تصویر کامل دیده نمیشد. حس کردم دارم یه مسیر پرپیچ خم رو میرم. یه جاده تاریک که انتهاش ممکنه کل زندگیمو ویرون کنه. یه بعد از ظهر وقتی برگشتم خونه خالی بود. دوباره دوربین رو روشن کردم. اون مرد دوباره اونجا بود، نزدیک در. نسرین لبخند زد و چیزی گفت که من نشنیدم. اما حرکات بدنش، تمام زبان بدنش همه چی رو بهم فهموند. این دفعه شک نداشتم چیزی تو کاره، چیزی بزرگ، چیزی که من هنوز آماده نبودم ببینمش. صبح شده بود و صدای بوق کامیون هنوز تو ذهنم میچرخید. من راننده جاده حس میکردم هر روز که میگذره یه پازل تاریک داره کامل میشه. دیگه نمیشد صبر کرد. باید دست به کار میشدم و حقیقت رو میفهمیدم. اول از همه رفتم سراغ موبایل نسرین. رمز گوشیش رو بلد بودم. پیاماش رو نگاه نکردم. ولی تماس ها و شماره های ناشناس ثبت شده رو یادداشت کردم. یه حس سنگینی توی سینم بود. چیزی که ته دلم میگفت این فقط شروع یه فاجعه است. بعدش دوباره دوربین خونه مادرم رو چک کردم. هر بار که نگاه میکردم حرکاتشون واضح تر میشد. نسرین با مرد غریبه، صداشون کوتاه اما هیجان آمیز. لبخندهایی که باید با من می بود ولی نبود. یه بعد از ظهر وقتی برگشتم از جاده مامان خونه نبود. خونه ساکت و خالی بود. انگار همه چیز در انتظار یه فاجعه بود.
دوباره دوربین ها رو چک کردم و از اول تا آخرشون نگاه کردم. این بار صحنه ها واضح‌تر بود. مرد ناشناس با نسرین نزدیک در خونه مامان، دستهاشون گاه به هم میرسید، گاه نمیرسید. حرکتهاشون غیر طبیعی و پر از نشونه بود. دیگه شکی باقی نمونده بود. یه راز بزرگ تو خونه جریان داشت. اما من همچنان کنترلم رو حفظ کردم. با خودم گفتم عجله نکنه حمید. اول بفهم بعد واکنش نشون بده. دیگه تمام شبهام رو به بررسی تماس‌ها، پیام‌ها و حرکات نسرین اختصاص دادم. حتی یه بار به بهونه رفتن به خرید به خونه مادرم رفتم. فقط برای دیدن صحنه‌ها از نزدیک، بدون اینکه خودش متوجه بشه. یه روز وقتی نسرین به خونه مادرم رفته بود و من روی نیمکت نشسته بودم، دیدمش که در حالی که با مرد غریبه صحبت میکنه یه حرکت مشکوک انجام داد. لبخندش طبیعی نبود. نگاهش یه نگاه پنهونی به اطراف داشت، مثل کسی که میدونه اشتباه داره میکنه اما مطمئن نیست که دیده میشه یا نه. اون لحظه قلبم تون تون میزد. بازم دستام یخ کرده بود، ولی بازم چیزی نگفتم. هنوزم سکوت کردم. فقط به خودم قول دادم همه چیز رو مستند کنم. یه روز همه چیز رو روشن میکنم. اون لحظه به بعد یه روند دقیق رو شروع کردم. هر حرکت نسرین، هر تماس کوتاه، هر لبخند پنهونی، همه تو دفتر کوچیکم یادداشت میشد. دیگه این صرفاً حس نبود. نشونه ها واقعی بودند و داشت کم کم تصویر نهایی شکل می گرفت. اما یه چیزی هم اضافه شد. اضطراب و خشم تو ذهنم به آرومی بزرگ می شد. هر بار به فیلم ها نگاه می کردم، حس می کردم قلبم داره روی جاده خطرناک حرکت می کنه. بدون ترمز و مقصدش، انتقام و حقیقت. صبح بود و نور خورشید داشت کم کم به اتاقم نفوذ می‌کرد. منی که راننده جاده بودم، حالا با قلبی پر از خشم و غیرت نشسته بودم روبروی مانیتور دوربین خونه مادرم. هر بار که نسرین رو با اون مرد غریبه می‌دیدم، انگار یه تیکه از وجودم تیکه تیکه می‌شد. این بار دیگه حسرت و دودلی نداشتم. فقط یه چیز تو ذهنم میچرخید. چرا خونه مادرم؟ چرا تو خونه‌ای که حرمتش از همه چیز بیشتره؟ از همون اول که با نسرین ازدواج کردم فکر میکردم وفاداری چیزی عادیه، چیزی که تو خونه من، تو زندگی مشترکم وجود داره. اما حالا هر نگاهش، هر حرکتش، هر لبخند نصف و پنهونش انگار به صورتم سیلی میزد. دلم میخواست برم و فریاد بزنم، اما میدونستم عجله فقط باعث نابودی شواهد میشه. به خودم قول دادم صبر کنم، شواهد رو جمع‌آوری کنم و بعد انتقام حقیقی خودم رو بگیرم. اون روز بعد از ظهر وقتی خونه مادرم خالی بود رفتم اونجا. رفتم که دوربین ها رو چک کنم. مثل یه شکارچی حرکت ها رو دنبال می کردم. ضبط دوربین رو دوباره نگاه کردم. نسرین وارد شد. این بار بدون هیچ لبخند مهربونی یا حرفی. با مرد غریبه صحبت می کرد. حرکاتشون مثل یه رقص بود. ولی رقصی که برای من معنای خیانت داشت. هر حرکتش، هر نگاهش آتیش غیرتم و شعله ور می کرد. دستم می لرزید. قلبم مثل یه موتور کامیون تو سربالایی تند می زد. توی ذهنم فقط یه تصویر بود. انتقام، عدالت و حقیقتی که باید آشکار بشه. برای اینکه بتونم کنترل اوضاع رو داشته باشم هر حرکتشون رو یادداشت می کردم. زمان ورود، زمان خروج، تماس‌ها، نگاه‌ها، لبخندها، حتی کوچکترین جزئیات. هر بار که یادداشت می‌کردم حس می‌کردم غیرتم یه قدم قوی‌تر میشه.
قلبم یه ضربه محکم‌تر میخوره. اون شب وقتی دوباره برگشتم خونه تنم میلرزید. با خودم فکر کردم چطور زنی که روزی قسم وفاداری میخوره اینطور پشت سرم بازی میکنه. هر بار یاد گذشته میافتادم، خاطرات و لحظات شیرینمون، لبخنداش، حرفهاش، قلبم منفجر میشد. اما خشم و غیرتم باعث شد کنترل خودم رو از دست ندم. میدونستم باید صبر کنم، ولی این صبر مثل آتیش زیر خاکستر بود. روزهای بعد شواهد قوی تر شدن. پیامهای ناشناس، تماسهای کوتاه، حرکات پنهونی و حتی نشونه هایی که مرد غریبه میدونسته مادرم تو خونه نیست. همه چیز داره به هم نشون میده که نقششون دقیق و برنامه ریزی شده بود. هر بار که اینا رو مرور میکردم حس میکردم یه چیزی تو وجودم داره میترکه، ولی هنوز آماده نبودم برای روبرو شدن. صبح بود و من پشت فرمون کامیونم نشسته بودم. باد خنک میخورد و صدای موتور تو گوشم میپیچید. حس میکردم هر پیچ جاده، هر لرزش کامیون ضربان قلبم رو بیشتر میکنه. چند هفته گذشته بود و من هر نشونه‌ای که از نسرین دیده بودم جمع کرده بودم. حرکت‌های مشکوک، لبخندهای پنهونی، تماس‌های کوتاه و عجیب، رفت و آمدهای خونه مادرم. هر کدوم مثل یک قطعه از پازل بود و حالا تصویر کامل، آهسته و محکم شکل می گرفت. نسرین خیانت کرده بود و خونه مادرم پناهگاهش شده بود. توی جاده خاطرات روزای اول ازدواج مرور شد. لبخندها، قولها، نگاههایی که به من اعتماد میدادن. هر بار که یادش میافتادم خشم و غیرتم شعله میکشید. اما این خشم کنترل شده بود، چون میدونستم یه مرد واقعی اول فکر میکنه بعد اقدام میکنه. نه فریاد، نه دعوا، نه کار احساسی، فقط حقایق و عدالت. وقتی رسیدم خونه مادرم هیچ کس نبود. مدارک و فیلم ها رو که جمع کرده بودم دوباره مرور کردم. هر تماس، هر حرکت، هر نگاه پنهونی ثبت شده بود. با خودم گفتم این بار نمیخوام مستقیم باهاشون روبرو بشم. باید کاری کنم که قانون پشت من باشه. پس همه مدارک رو آماده کردم تا به وکیلم تحویل بدم. کسی که میدونست چگونه با دقت و اشتباه حقیقت رو ثابت کنه. اون روز وقتی مدارک رو تحویل وکیل دادم قلبم هنوز میزد، اما یه حس قدرت درونم بود. حالا عدالت داره مسیر خودش رو طی میکنه. دیگه لازم نبود دست به کارای احساسی بزنم. غیرتم ارضا شده بود، چون مرد واقعی کسیه که غیرتش رو با عقل و قانون ترکیب کنه. اون شب برگشتم خونه و به نسرین نگاه کردم. بدون اینکه چیزی بگم چشماش پر از پشیمونی بود، ولی من سکوت کردم. سکوت من سنگین تر از هر فریادی بود، چون میدونستم حقیقت خودش قوی ترین سلاحه. غیرتم اجازه نمیداد باهاش برخورد احساسی کنم، ولی هر نگاهش مثل خنجر تو دلم فرو میرفت. توی ذهنم فقط یه تصویر بود: جاده، کامیون، دوربین ها و پایان حقیقت. حالا من آماده بودم برای مرحله آخر: عدالت. غیرت و حقایق رو با هم ترکیب کنم تا کسی دوباره فکر نکنه میتونه پشت سرم بازی کنه. صبح بود و دوباره پشت فرمون کامیونم نشسته بودم، اما این بار نه برای جاده، بلکه برای پایان یه مسیر دیگه، مسیر حقیقت و عدالت. هفته ها صبر کرده بودم، مدارک جمع کرده بودم و وکیلم همه چیز رو بررسی کرده بود. حالا وقتش بود که همه چیز تموم بشه، نه با خشونت، نه با فریاد، بلکه با قدرت غیرت و عقل مردونه. اون روز نسرین اومد خونه. سکوت سنگینی تو خونه بود، چشمهاش پر از پشیمونی، ولی من فقط نگاه کردم.
میدونستم این نگاه کافی بود تا بدونه که هیچ راه فراری وجود نداره و حقیقت روشنه. وکیل با مدارک و شواهد و فیلم ها حاضر شد و همه چی رو به قاضی نشون داد. پیام ها، تماس ها، همه چیز مستند و قانونی بود. دیگه لازم نبود خودم مستقیم باهاشون برخورد کنم، چون قانون پشت من بود و غیرتم آماده برای دفاع از حقم. نسرین با چشمهایی پر از اشک گفت: حمید، من اشتباه کردم، ولی من فقط سکوت کردم، چون سکوت یه مرد زخمی ولی قدرتمند از هر فریادی قوی تره. اون روز فهمیدم غیرت واقعی وقتی با عقل و عدالت ترکیب بشه شکست ناپذیره. بعد از جلسه قانونی همه چیز روشن شد. نسرین و مرد غریبه مسئول رفتارشون شناخته شدند. من دوباره آرامش و قدرت رو حس کردم. غیرت و عشق واقعی همزمان با عدالت راهنمای من بودند. شب وقتی پشت فرمون کامیونم نشستم و جاده تاریک رو دیدم، یه حس عجیبی داشتم. زندگی سخت، خیانت دردناک، اما غیرت و عقل همیشه راه رو روشن میکنه. هر مردی که عاشق واقعی باشه اینو میفهمه. حق تو، اولویت تو، نباید اجازه بدی کسی باش بازی کنه. رفیق، اگه دوست داریش صدای خاموش و گریه هایی که توی سکوت هستن رو بشنوی، لطفاً لایک کن و کامنت بذار. سابسکرایب کن تا هیچ صدایی گم نشه و هر داستانی که باید گفته بشه شنیده بشه. چون هر مرد و زن تو زندگی حق دارن حقیقت و عدالت رو ببینن و هیچ خیانتی بی پاسخ نمیمونه.